در بازار سکه به 3 پرسش مهم پاسخ خواهیم داد. شاخص‌های بازده ریسک، رونق و غافلگیری از وضعیت سکه 1402 چه میگویند؟ محرک‌های اصلی سکه تا رسیدن به سقف تاریخی در سالی که گذشت چه بود؟ و در پایان حباب سکه تخلیه می شود؟ پیشبینی‌ها از سکه 1403 چیست؟ برای شروع نگاهی اجمالی داشته باشیم بر 4 شاخص بازار طلا و سکه در سال 1402. بازدهی سکه در سال 1402 عدد حدود 24% رو نشون میده تا رتبه دوم از 6 بازار داخلی به سکه اختصاص پیدا کنه. با این حال در صورت کسر تورم به افت حدود 6% برای سکه در سال 1402 میرسیم. اما شاخص دوم، شاخص ریسک که بر اساس متغیرهای مختلف این شاخص استخراج شده، فاصله سقف و کف سکه در سال 1402 عدد حدود 39% بوده. این در حالیه که آلفای تورمی سالانه حدود منفی 7% رو شاهد هستیم که نشون میده سکه چقدر بیشتر یا کمتر از تورم بازدهی از آن معامله‌گرا و دارندگان سکه کرده. و در نهایت وقتی که میایم انحراف معیار ماهانه رو بررسی میکنیم میبینیم در حالی که میانگین نوسانات ماهانه سکه حدود 2% بوده ولی یک انحراف معیار 6% رو داشتیم و در مجموع با بررسی همه این متغیرها به یک ریسک متوسط برای سکه در سال 1402 میرسیم. اما شاخص دوم، شاخص رونق که بر اساس میزان جستجوی کلمه سکه در گوگل طی 5 سال گذشته استخراج شده. همینطور که مشاهده می‌کنین میانگین جستجوی گوگل 5 ساله عدد 38 رو نشون میده، در حالی که میانگین جستجوی سال 1402 برای سکه 44 بوده و بیشتر از میانگین جستجوی 5 ساله که با توجه به انحراف معیار 14 از رونق نسبی در بازار سکه حکایت میکنه. و در نهایت شاخص غافلگیری در حالی که یک پیشبینی بازدهی 1402 حدود 28% بود، بازدهی واقعی عدد حدود 24% رو نشون میده که حدود 4% اختلاف داره و این نشون میده غافلگیری در بازار سکه با توجه به این اختلاف که خب خیلی هم زیاد نبوده در حدود نسبتاً کم قرار داره. فاطمه بیایم روند قیمت سکه رو در 1 سال گذشته روی منحنی با هم ببینیم. همونطوری که شاید بارها گفته شده ما یک 2 ماهه اول، 1.5 ماهه اولی داشتیم که انتظارات تورمی بالاست و یکی از نشانه‌های در واقع انتظارات تورمی همین قیمت سکه است. به عنوان بازاری که کمترین چیز رو داره، در واقع کمترین مداخله رو به نوعی داره برخلاف دلار و مسائل مرتبط باهاش و اونجا می‌بینیم که قیمت سکه از نزدیک 30 میلیون تومان تا هولوش 34,750,000 تومان رشد میکنه. اما در ادامه راه مثل خیلی از بازارهای دیگه که کاهش انتظارات تورمی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث میشه که یک رکودی در بازارها شکل بگیره، قیمت سکه هم در واقع به یک سطوح متعادلی میرسه و در فاز سوم که تقریبا از زمستان شروع میشه ما دوباره تحریک انتظارات تورمی رو داشتیم به خاطر نگرانی‌های ژئوپلیتیک و بعد از اون کمک‌هایی که شاید به نوعی اونس طلا کرد تا سکه به قیمت در واقع اوج تاریخی خودش بیش از 37 میلیون تومان برسه. بله و همین اتفاقات و افزایش انتظارات تورمی در فصل پایانی سال باعث شد یک سری تصمیمات گرفته بشه. ما اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی رو داشتیم در اواسط بهمن ماه که اعلام کرد سکه‌های تمام جدید و بدون تاریخ وارد بازار خواهد شد که البته در ادامه سکه‌های از ربع سکه شروع شد و با تاریخ ضرب 86 و در نهایت 13 اسفند این معاملات شروع شد در مرکز مبادله ایران به صورت حراج با قطعات ربع سکه. یعنی بانک مرکزی دید که قیمت‌ها داره میره بالا و یه تصمیم میگرفت که
در واقع با عرضه سکه بتونه که جلوی این اتفاق رو بگیره. بله و ما 8 مرحله حراج سکه رو شاهد بودیم از اون تاریخ و همینطور که مشاهده میکنین در حراج‌های اول با ربع سکه شروع شد. ما تو این نمودار سفارش دهنده ها و برنده شده ها رو مشاهده میکنیم. در 2 مرحله اول یک افزایش جدی داشتیم در میزان سفارشاتی که ارسال شد به مرکز مبادله ایران برای دریافت ربع سکه، ولی در ادامه مسیر این تقاضاها یک کاهش جدی رو تجربه کرد و در مرحله 8 در چند مرحله آخر نیم سکه و سکه تمام هم به حراج اضافه شد و می‌بینیم که در مرحله 8 ما حدود 24.5 قطعه انواع سکه سفارش داده شد که 16255 قطعه سکه به برنده ها تحویل داده شد که 66% رو نشون میده از برنده های دریافت سکه در مرکز مبادله. یعنی همزمان هم تقاضا کم شده برای سکه های بانک مرکزی، هم عرضه بیشتر شده و یک تعادلی رو در واقع رقم زده. اما فاطمه، یک سوالی که خیلی ها میپرسن راجع به بازار سکه اینه که خب بالاخره میدونیم سکه از 2 عامل متأثره، دلار و قیمت جهانی طلا. اینه که کدوم عامل اصلی تری بوده. ما توی این نمودار اومدیم 3 تا متغیری که عرض کردم، یعنی بخش زرد رنگ قیمت ربع سکه است، نمودار سبز قیمت دلار و نمودار قرمز طلای جهانیه. اگر یک نگاهی داشته باشیم کاملا واضحه که عمده جاهایی که سکه حرکت کرده جاهایی بوده که دلار رشد داشته یا افت داشته. بنابراین میشه گفت که محرک اصلی یا اون درایور اصلی بازار سکه نرخ دلار بوده. اما این اواخر، یعنی اواخر سال، همونطور که مشاهده میکنید منحنی قرمز رنگ که طلای جهانی رو نشون میده، این باعث شده که یه مقداری کمک بکنه به ربع سکه. اما اگر اینو بررسی تاریخی بکنیم، ما همبستگی سکه و اونس طلا اگر روی قیمت اسمی بگیریم نزدیک 66%، این در حالیه که با دلار 83%. و اگر ما بیایم برای اونس طلا اثر دلار رو حذف کنیم، این همبستگی کمتر میشه، یعنی به 37% میرسه. اما برای دلار این عدد با حذف اثر اونس به بیش از 91% میرسه. این به ما در واقع میگه که اون چیزی که سکه رو در ایران بیشتر متأثر کرده نرخ دلار هست و اگر ما به عنوان یه سرمایه‌گذار یا به عنوان یه فعال اقتصادی داریم بازار سکه رو رصد میکنیم، بیشتر باید توجهمون به دلار باشه. و یکی دیگه از سوالاتی که خیلی هستش توی بازار اینه که حباب سکه چه وضعیتی داره و آیا این سیاست‌های اخیر میتونه حباب سکه رو کاهشی کنه یا نه. ما در این نمودار یک بررسی بلند مدت کردیم توی 10 دهه اخیر که حباب سکه چه وضعیتی داشته. همونطور که می‌بینید ما همیشه حباب سکه رو داشتیم توی بازار، غیر از 2 دوره که شاهد افت انتظارات تورمی بودیم. یک دوره سالهای 93 که نرخ بهره واقعی بالا و انتظارات تورمی پایین رو داشتیم و حتی در دوره‌های حباب سکه منفی هم شد. و دوره بعدی سال 1400 بود که بعد از شکست ترامپ دوباره انتظارات تورمی کاهشی پیدا کرد و شاهد کاهش حباب سکه هم بودیم. پس عامل اصلی کنترل کننده حباب سکه میتونه انتظارات تورمی باشه و تا زمانی که این انتظارات تورمی کاهشی نباشه نمیشه انتظار داشت حباب سکه روند کاهشی طی کنه. خب بریم سراغ پیش بینی که برای سال 1403 راجع به سکه وجود داره. همونطوری که صحبتش شد، سکه رو میشه ناشی از، یعنی متأثر از 3 عامل مختلف در نظر گرفت. یکی نرخ دلار، یکی قیمت جهانی طلاست که این دوتا اثر مستقیم میذارن، یکی بحث انتظارات تورمیه. به خاطر اینکه ما در دوره‌هایی که انتظارات تورمی رشد زیادی پیدا میکنه، حساسیت ها رو بازار ارز بیشتره، اون تقاضا شیفت میکنه رو بازار سکه و همون قصه حبابی که تو بهش اشاره کنی رو رقم میزنه. حالا ما اومدیم برای بخش داخلی، یعنی دلار و تورم سال 1403 اجماع تحلیلگران بازار سرمایه رو در نظر گرفتیم
دلار 30% به طور میانگین و تورم 37% که خیلی انتظارات تورمی بالایی نیست. و برای طلای جهانی ما نظرسنجی LBMA یا همون انجمن بازار شمش لندن رو در نظر گرفتیم که 30 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن، عمدتاً مدیرای دارایی بانک‌های سرمایه‌گذاری معتبر هستند. اونها میانگینی که انتظار دارن قیمت طلای جهانی رشد بکنه 6%. مجموع اینها رو در نظر بگیریم روی قیمت سکه، ما میتونیم بگیم که برای سال 1403 به طور میانگین یه چیز هولوش 40% افزایش قیمت سکه رو میشه انتظار داشت. البته سناریوهای بدبینانه و خیلی سناریوهای سعودی رو میشه متصور بود که باز از ضرب اینها به دست میاد و این چیزی هستش که ما راجع به بازار سکه میدونیم و قصه‌ای که برای سال 1402 داشتیم و آینده‌ای که پیش روی این بازار در سال جدید هست.